سلام علیکم برادر. علیکم سلام ورحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. بفرمایید دیدم خوش آمدید برادر گرامی. سلامت باشی. دیدم مانده شدی از حرف زدن از دوره همین وارد شدم که همونقدر گفتم چی کنیم. منم دیگه گفتم که یک ساعت یک نیم ساعت چه دیگه آیسته آیسته خارج شم. انشاءالله بهترین. ولی بفرمایید. در مسئله گویم که حمله اسرائیل به قطر یا که به ایران یا که به دیگر منطقه ها، این از یک تاکتیک خود امریکا است. برای چی؟ برای اون که بعد همون هفتمی که در به اسرائیل هجوم شده بود 2 سال پیش، نه تقریبا، خب از برای همون گویم که نفوذ اسرائیل تا آن روز در دنیا اسرائیل را یا که ارتش اسرائیل را همچون یک ارتش پرقوت منطقه حساب میکردن. لیکن بعد هفتم نشان داد که ارتش اسرائیل اینقدر پرقوت نبوده است. بله. و چند صد نفر میتوانست است که به او هجوم کند و این ارتش را شکست دهد. و 2 ساله جنگی که امروز رفته ایستاده است در خود غزه باز نشان داد که ارتش اسرائیل قوی نیست. همون آبرو نفوذ که در دنیا داشت اسرائیل یا که ارتش اسرائیل از دست رفت. از برای همین باز دوباره گویا که با همین هجوم ها، هجوم به ایران، هجوم به قطر یا که هجوم فردا به لبنان یا که به یگان منطقه دیگر، این با همین حالت میخواهد که همون آبرو را باز برگرداند، گویا که اسرائیل قوی است. البته که این خیلی که هست، حتی که همین از یکی همون نماینده های قطر گفت که امریکا برای ما دیرتر خبر داد. بله. برای چی؟ برای که این همین نقشه امریکا است. باز امریکا میبیاید با اونها میگوید که ما به شما کمک میکنیم. کلا که اسرائیل این سایه حاکمان عرب هست. برای چی؟ برای آن که این یک پایگاه نظامی امریکا است در منطقه اسرائیل. میلیون ها دلار برای اسرائیل از جانب امریکا و دولت های غربی جدا کرده می شود. برای چی؟ برای آن که اگر که مردم منطقه شورش بردارن مقابل همون حاکمان ظالمی که امروز در دولت های مسلمانی منطقه های عرب هست، اگر که مردم شورش بردارن، یکمین کمکی که به همون حاکمان میکند این اسرائیل است. و با واسطه اسرائیل باز دولت های غربی چکار میکنن؟ وارد میشن به این پایگاه، از اونجا لشکراشون به این منطقه هایی که دولت های مسلمانیشی میفرستن برای چکار کردن؟ برای همون گویم که حالت برای کنترل کردن. این حاکمان عرب است که امروز در فلسطین 10,000 انسان ها، پیر و زن و کودک کشته شد، لیکن همون انسان های شهروند های عادی نمیتونن به کمکش رسن. به کمکی همون نفرهایی که همونها هم اگر که نگویم که از نقطه نظر دین، از نقطه نظر ملت اگر نگاه کنیم، اونها عرب هستند. عرب به عرب کمک کردن نمیتواند. برای چی؟ برای اون که همین حاکم ها است. همین حاکم ها همون نفرهایی که گنرال هایی که است که به امریکا خدمت میکند، به اسرائیل خدمت میکند. و این مردم نمیماند که چیکار کند؟ مردم به این مردم غزه کمک کند. اگر که ما گویم که اگر این حاکمان ظالم امروزه، این حاکمان فروخته شده به امریکا و به دولت های غربی اگر امروز نباشند، بر وقت مسلمان ها چیکار میکرد؟ مردم غزه را آزاد میکرد، کمک مسلمان ها میرسید. لیکن ما میبینیم که حتی که غربی ها به مصر رفتن برای کمک، نه، لیکن ارمیه مصر اونها را اجازه نداد که وارد غزه شوند. حتی که کمک هایی که رفته است امروز به مصر با وارد کردن به غزه لشکران یا که ارمیه چی مصر اجازه نمیدهد. از برای همین اسرائیل این سایه این حاکمان است. آن وقتی که این حاکمان نابود شوند، حاکمیت اینها با خاک یکسان شود، اسرائیل هم همون روز خاتمه مییابد. و آن آرزوهایی که امروز نتانیاهو میگوید ما میخوایم دولتی بزرگ تشکیل دهیم، با کی تشکیل میدهد؟
با 10 میلیون یهودی در منطقه که صدها میلیون عرب ها زندگی میکنند، این خام و خیال است. امروز قدرت دولت های غرب امروز با قدرت هستند، با قوت هستند، امروز اسرائیل کمک میکند. لیکن ما اگر به تاریخ نگاه کنیم چندین دولت ها بودند، چندین امپریا ها بودند که نابود شدند، امروز در تاریخ در کتاب های تاریخ باقی ماندن، خلاص نامشان. و یک روز همین گونه امریکا هم سقوط میخورد، از همون دولت ابرقدرت به یک دولت ناچیز تبدیل مییابد و دولت های غربی هم اون پیش رفتن همین گونه میشود. بعد اون روز وقتی که هیچ نفر کمک نکند، این اسرائیل خاتمه مییابد و این بودن اسرائیل این چی است؟ کمک این دولت های ابرقدرت است. خودی امریکا بعد همین جنگ تقریبا 40 میلیارد دلار به اسرائیل کمک کرد. بخشش زنگ تلفنی اومد و از برای همین او چیزی که اینها جمع میشوند، مشورت میکنند، یراق میخرند، دیگر مثال گپ تجهیزات ها میخرند. امروز ما بدونیم که در سعودی هر سال سعودی به میلیون ها دلار یراق میخرند. قطر هم همین گونه است. نفوذ خود مصر از 100 میلیون زیاد است. و اسرائیل چی؟ اسرائیل 10 میلیون نفوذ دارد. برای چی امروز این دولت ها اینقدر مثال نفوذ، اینقدر اهالی به مردم غزه کمک کردن نمیتواند؟ انا این حاکما است، انا این گنرال هایی که فروخته شده. برای اونها ملت دین قدر ندارد، برای اونها پول، زندگی خوب، کرسیه که امروز 10 سال یا 20 سال در بالای همون شته حکمرانی میکنند، برای اینها این چیز مهمتر است و ضرورتر است. از برای همین آن چیزهایی که اونها میگویند یا که همشان جمع میشوند یک گویم که سازشنامه میکنند، این سازشنامه به یگان مردمی غزه یا که به یگان مسلمانان یگان کمک نمیبیارد. همونطوری که من گفتم برادر عبدالله، در نشست عمومی سران کشور اردوغان صحبت میکند با قطعی که این ما برای عملی کردن، یعنی نشان دادن که ما نیت نیک است که ما واقعا یک کار میتونیم انجام بدیم. مثلا من کردیم تمام سودا رو در 9 میلیارد سودا رو من کردیم به اسرائیل، ولی الهام علیف در او پرش نشستگی به هم داخل ترکیه نفروخته شده است. الهام علیف زیر دست ترکیه امروزه و هیچ هر کس حرف نمیزنه. دروغ. یا اینکه سیسی در او پرش نشسته میبره صحبت میکنن که ما باید برای صلح کردن در غزه کمک برسونیم و کوشش تلاش کنیم. خود سیسی همین صحبت رو میکنه. بله. مصر 100 میلیون بالاتر اهالی داره و دهها خارجی دیگه امروز در لب مرز مصر منتظره که یک غذا به مردم غزه رو برسونن. بله. و اجازه دادن میتونن و خودش اومده از ضرور جمعشتن، یعنی ظاهر پروری و نشان دادن و اینا نشان میدن که حمله کردن این کشورها یعنی بدتن و به یک خاطر است. ایران حمله کرد، اسرائیل، قطر حمله کرد، لبنان، سوریه را، هر کس اینا رو که شما اگر امروز نیاید به ما بوج نسپرید و اگر شما از این خطری که در شما از شما برای ما پول نتید، ما فردا شما را مثلا سوریه به خاک اکسون میکنیم. نه سر خبر داری یا مثل لبنان امروزه و 10 تا قسمت تقسیم میکنیم. بله. این هدفشون از یعنی گرفتنی مال ملک مردم مسلمان و ضعیف گردانیدن مردم مسلمان. وگرنه همین سران کشور امروز یگان تا همین سران کشور خود همین امیر قطر یگان ضرر دیگه از همین کار، فرزندش، همسرش، نبیرش، یگان نفر، هیچ نفر یگان به درآمدش قطر ضرر اومدگی است. نه پولش زیاد، مالش زیاد رفته است. یا که با رئیسای مثلا لبنان به هر یک به خود همون رئیس جمهور چیزی نمیشه. خب اونها برای اونها چی فرق داره؟ مردم ضرر میبینن، مال مردم از دست میره. سرباز از بین رفته، سرباز مال مردم است دیگه. بله بله. مالکیت پلی مردم است، دارایی مردم. همین سلمان تقریبا 300 میلیون سلاح خرید. این 300 میلیون پلی کی سوخی؟ با هر سال میخرد سلمان، هر سال از امریکا میخرد. برای چی میخرد؟ وقتی که درگیر و اطراف کلان این مملکت ها همه دولت های مسلمانشین هستند و هم عرب زبان هستند، میفهمید؟
مقابل کی جنگ کردن میخواهید شما؟ مقابل دولت یک با عرب زبان جنگ کردن میخواهید؟ از کی شما میترسید؟ میفهمید؟ این همش این بهانه است، یراق خریدن. فقط پول مردم از بودجه دولت گرفته به امریکا دادن است یا که به بریتانیا دادن است. همون یکی از کارهایی که یک کتاب خوندم که از سیاستمدارای معروف امریکایی که در سناتور بود قبلا، در همون کتابش بسیار یک چیزی حضور نوشته است که میگه که در گذشته فساد در همه دوره‌ها بود. عین حال فسادی که بیشتری همین کشورها میسیتونن از بودجه کشور، پرزیدنت ها، تنها توسط جنگ است. مثلا در یک جا جنگ میدوزن و از همونجا از بودجه پول خالی میکنن و اگر نه حاضر نگاه کنی هم قدر سلاحی گویا همونجا روان میکنن همون را روی کردگی نیستن، اصلا روی نمیکنن، بودجه را خالی میکنن، پول میگیرن، هم از این طرف میگیرن هم از اون طرف میگیرن. لیکن یک چیزی که هست که بله درست قید کردی، پول اینها میدهن لیکن یراق روان نمیکنن، لیکن یک وعده هست، وعده در همون کرسی تو باقی میمونی. میفهمی؟ برای همین در کرسی باقی مانده هم چیکار میکنن؟ بایگری ملت به این مثالی که به امریکا میدن یا به فرانسه میدن یا به بریتانیا میدن. همین گونه هم در تاجیکستان هم همین گونه است. برای در کرسی باقی ماندن بایگری تاجیکستان امروز چین میبرد، روسیه میبرد، چین میبرد، روسیه میبرد. این میگه که ما در وقت در روسیه قبلا همه تاجیکا در روسیه بودن، ما با یگون قرغیز، با یگون ازبک، با یگون قزاق پرابلم نداشتیم، مشکل نداشتیم. بعضی اومدیم در اروپا با یگون ایرانی، با یگون افغانی، با یگون پاکستانی ما پرابلم نداریم. میبینیم السلام علیکم هم میبینیم میگون رنگ رفیق ده. در یک ساعت رفیق میشه. مشکل اساسی مو بین مردم نیست. من چی ضرر میبینم یک قرغیز که من با قرغیز مرز داشته باشم؟ من چی ضرر میبینم یک ازبکی با یک ازبک مرز داشته باشم؟ من چی ضرر میبینم یک افغانستانی که با یک افغان مرز داشته باشم؟ چی ضرر میبینم که ایرانی شو همسیت دیگه؟ این مرزها بین ما چی میکنن؟ بگذار حالا کشورها را ساختن به اسم فلان و فلان، ولی همین مرزهای ما عین حال چی دارم لازم؟ پس معین است که برای ما خط جوری کردن و خط قرمز کشیدن که ما ایو خط قرمز اونها پول بالاتر موندن نمیتونیم و اگر پول بالا مونیم با مثل سوریه، با مثل لبنان، با مثل یمن ما را به خود یکسان میکنن و باید از همون چارچوب نبرویم. همینه که ایران در گذشته 3 مرتبه فقط خواست هم پشت بردار زدنش. شاه میخواست از زیر سلطه انگلیس برای برداشت، ایش میخواست از سلطه امریکا برای برداشتنش، ایش میخواست از زیر سلطه دیگرش برای مثلا روز گرفتن انزواج بردن و زیر دست روسیه و دیگرها رفته شده است. یعنی هر جایی که اگر میخوایی استقلال کامل به دست بیاری که بتوانی همون فرهنگ تا دین تا و ارزشات پیش ببری، ترا قبول نمیکنن. یعنی در انزوای قرار میگیری که مثل کره شمالی امروزه این میبندنت، یگان جا رفتن نمیتونی، یگان کار کردن نمیتونی. بله درست. برای خاطر چارچوب یگانه مردم، یگانه امت، یگانه اون فرزندان جسوری که میتونن آینده این کشور رو بسازن، اونو پیاده کنن، وگرنه بله